سلام دوستان، وقتتون بخیر. ممنون که اکثریت سر موقع حاضر شدید. خب شروع کنیم دیگه. اولا که تبریک میگم که ثبت نام کردید این دوره رو و امیدوار هستم که به هدف آیلتس هر جور که شده شما رو برسونه. همه تلاش خودم رو میکنم. یه سری نکات من آماده کردم، نه تنها در رابطه با دوره رو که توضیح میدم کامل که قرار هست که چیکار بکنیم و چیکار نکنیم. یه سری نکات هم به صورت کلی آماده کردم که مشکلات خود شما بوده که معمولا توی پیوی میپرسیدید و خیلی وقتا اصلا وقت نمیشد که بخوام پاسخ بدم. به خاطر همین وقتی دیدم تعداد زیاد شد تصمیم گرفتم، اول سال هم بود، گفتم امسال یه حرکتی بزنیم و بیایم این کار رو انجام بدیم. خب اول من یه سری نکات عمومی در رابطه با زبان خوندن بهتون میخوام بگم که احتمال خیلی زیاد دیدگاهتون رو نسبت به زبان خوندن، نسبت به آزمون آیلتس و حتی نسبت به مسیر اپلای تحصیلی که خودتون دارید طی می‌کنید تغییر میده، چون دیدگاه شخصی خود من رو تغییر داد و این چیزایی که میخوام بگم تجربه های شخصی خودم توی این مسیر هست. در رابطه با آیلتس ویدئوهای ارزیابیتون رو خب من دیدم سطح‌های زبان خیلی مختلفه، از طرفی اهداف مختلفه. مثلا یک نفر 3 ماه دیگه آزمون رو بوک کرده، همین الان بوک کرده و میدونه که تاریخ آزمون آیلتس کی هست و کی باید بره سر جلسه آزمون بشینه. یه نفر دیگه نه، مثلا میگه که حدوداً 4 ماه 5 ماه دیگه من میخوام آیلتس بدم. یکی دیگه نه، داره برنامه‌ریزی میکنه که سال دیگه اپلای بکنه و از الان داره خودش رو برای آیلتس آماده میکنه. پس با توجه به سطح زبانی که دارید و با توجه به زمانی که براتون مونده، هر کدومتون باید برنامه‌تون پرسونالایزد یا شخصی سازی شده باشه. پس این نکته رو باید همتون در نظر بگیرید در رابطه با اینکه چجوری برنامه‌ریزی بکنید. اگه تاریخ آزمونتون مشخصه بوک کردید و اگه حتی مشخص نیست ولی یعنی بوک نکردید ولی خودتون خبر دارید که مثلا من 4 ماه دیگه به هر حال باید بوک کنم، در این رابطه اگه خواستید برنامه‌ریزی داشته باشید با توجه به سطح زبان خودتون و اون تاریخ که می‌خواید آزمون بدید، بعداً میتونید بهم پیام بدید که با هم ارتباط داشته باشیم و بتونیم این رو برای خودتون برنامه‌ریزی بکنیم. اما من چیزهایی که میخوام اشاره بکنم توی این جلسه تیتروار اول بگم که بفهمید که قرار هست که چه خبر باشه، یا ذهنتون اگه سوالی چیزی داره میتونه آماده بکنه تو تایم هایی که گفتگو میکنیم بپرسید. اول از همه روش خوندن که این رو خیلی‌ها پرسیدن که اصلا چه جوری زبان انگلیسی بخونیم، چه جوری برای آیلتس آماده بشیم. روش خوندن درست رو بر اساس تجربه خودم میخوام بهتون بگم. بعد ابزارها و منابع، خیلی زیاد سوال پرسیدن. و بعد در رابطه با نه تنها یادگیری زبان، مسیر اپلای یادگیری زبان، آزمون‌های بین‌المللی مثل آیلتس و تافل. و بعد میریم سراغ ساختار و هدف دوره. هدف دوره چیه؟ با چه ساختاری قرار هست که این دوره رو ارائه بدم بهتون؟ و میریم بعدش دیگه سراغ مهارت‌های زبان انگلیسی و آیلتس. اینها چیزهایی هست که برای این جلسه میخوام پوشش بدم. بازم اگه نکته چیزی اینجا نیومده و توی ذهن شما هست آخرش میتونید بپرسید. بریم سراغ روش خوندن که سوال خیلی زیاده. ببین بعضی ها فکر میکنن که روش خوندن زبان انگلیسی باید پیچیده باشه. خب ببینید اصلا توی بحث یادگیری زبان انگلیسی همه سیستم های استانداردی که وجود دارن همشون خوب هستن، همه منابع استانداردی که وجود دارن همشون خوب هستن. اصلا بحث منبع نیست، بحث روشه که شما چجوری باید بخونید. من تمام نکاتی که میخوام این جلسه بگم روی کردم برای آیلتس. توی این جلسه و جلسات بعدی که با هم دیگه داریم توی این دوره، هدفم آموزش دادن زبان به شما نیست. شاید براتون عجیب باشه که چرا هدفم آموزش دادن زبان نیست ولی دوره آیلتسه. ببینید متفاوته، اصلا هدف خیلی مسیرمون رو تغییر میده. اگه شما هدف رو بذارید یادگیری زبان انگلیسی، اولا که زبان انگلیسی اکثریت شما بلدید با توجه به ویدئوهایی که فرستادید، ارزیابی که ازتون داشتم، مسیر زبان انگلیسی رو دارید پیش میبرید. دو اینکه اون هدف هست که انگیزه ما رو مشخص میکنه و مسیر ما رو مشخص میکنه و برنامه ریزی ما رو مشخص میکنه. پس به خاطر همین تمام مطالبی که من میگم هدفم آیلتسه. اصلا در رابطه با یادگیری زبان انگلیسی بحث نمیکنم، با اینکه وقتی داریم برای آیلتس آماده میشیم قطعا زبان انگلیسی هم بهبود پیدا میکنه دیگه. دو تا
روش تضمینی بهتون میگم که این دوتا روش رو چون خودم همیشه استفاده میکنم نه تنها برای زبان انگلیسی، هم زمانی که توی ایران بودم هم زمانی که اینجا توی انگلستان خیلی فشرده درس خوندم، از همین دوتا روش استفاده کردم. هیچ وقتم نشده که به من جواب نده. روش اول فلش کارته. من از دوران دبیرستان این روش رو استفاده کردم و انقدر خوب جواب داده، انقدر نتیجهش معجزه آسا بوده که هیچ وقت ولش نکردم. همتون هم توی عمرتون فلش کارت استفاده کردید. سیستم‌های مختلفی وجود داره. سیستم اصلی و معروف ترین سیستمش که لایتنره و احتمالاً شنیدید که به روش لایتنر فلش کارت درست کردن و یادگیری مطالب، فرستادن مطالب به حافظه بلند مدت. ولی لایتنر یه ذره پیچیدگی داره، یه ذره زمان میبره، یه ذره زحمت زیاده توی لایتنر. اگه کسی واقعا حوصله داشته باشه و همین سیستمی که گفتم رو پیاده سازی بکنه، نیازم نیست که من یادتون بدم، خیلی ساده میتونید بزنید گوگل روش لایتنر، کامل براتون الگوریتمش میاد و میتونید بر اون اساس فلش کارتاتون رو مرور بکنید. اگه کسی انجام بده، قطع به یقین تمام فلش کارت هایی که از اون ور لایتنر خروجی خواهد بود همشون توی حافظه بلند مدت شما میره. خب این روش علمی هست و اثبات شده. من دوران دبیرستان با همین روش و با جعبه کار میکردم، جعبه لایتنر، و واقعا میره تو حافظه بلند مدت. ولی من بعد یه مدت که سرم شلوغ شد و دیگه وقت نداشتم که دقیقاً با همون سیستم لایتنر کار بکنم، این سیستم رو ساده سازی کردم مال خودم و همیشه هم برای من جواب بوده. خیلی ساده. تنها کاری که انجام میدم اینه که مطالبی که میخوام خوب یاد بگیرم یا حفظ بکنم همشون رو فلش کارت میکنم و فلش کارتامو یه جا نگه میدارم و هر روز یک دسته از فلش کارتامو برمیدارم و مرور میکنم و فقط اینها رو جدا میکنم، یعنی اینهایی که مرور شده، اینهایی که مرور نشده، همین دو دسته رو دارم. چون سرعت مرور کردن از سرعت اضافه کردن فلش کارت‌های جدید زیادتره، هر چند وقت یه بار قشنگ خالی میشه، یعنی خیلی تونتون هم خالی میشه و شما مجبورید دوباره این چرخه رو تکرار بکنید. یه خوبی داره، آسونه، یعنی دیگه حواسمون نیست 2 روز 4 روز 8 روز 16 روز اصلا اهمیتی نداره. نتیجهش مثل اون نیست، یه ذره نتیجه ضعیفتر میشه چون اون روش علمی تریه، یه ذره نتیجه ضعیفتر میشه، ولی با توجه به اینکه پیاده سازیش بسیار آسون تر میشه، به نظر من خیلی متعادل تر. من خودم همیشه همین کارو انجام میدم. تستش بکنید این کارو و هر روز فلش کارتاتون رو مرور بکنید، ببینید بعد یه مدت چجوری مثل نواری که ضبط شده باشه ذهنتون همه رو به خاطر میاره. این روش اول. روش دوم برای یادگیریه، یعنی روش اول بیشتر مال حفظ کردن بود، چیزایی که باید بره توی حافظه بلند مدت. روش دوم برای یادگیریه، این رو هم احتمالاً خودتون استفاده کردید. بهش میگن پومودورو. پومودورو روش تمرکز کردن برای یادگیری عمیقه، مخصوصا برای مطالبی که نیاز داره به تحلیل و فکر کردن زیاد. چیزهایی که یاد گرفتنی هست رو حتما پیشنهاد میکنم که از همین روش پومودورو استفاده کنید. این هم خیلی آسونه. پومودورو در واقع روش تمرکزه. شما میایید چیکار میکنید؟ میایید 20 دقیقه با تمرکز عمیق کار میکنید، 10 دقیقه استراحت میکنید. 20 دقیقه کار میکنید، 10 دقیقه استراحت میکنید و بعد از اینکه 3 بار 4 بار این کار انجام دادید، نیم ساعت یا 1 ساعت استراحت میکنید. اصلا فوق‌العاده بهره‌وری شما بالا میره. توی اون 20 دقیقه‌ای که قرار کار بکنید، کار عمیق باید انجام بدید. یعنی شبکه‌های اجتماعی نباید باشه، چک کردن هیچ چیز دیگه نباید باشه. مثلا اگه دارید گرامر میخونید، اون 20 دقیقه دقیقاً شما باید به غیر از گرامر خوندن هیچ کاری نکنید. اگه برید توی گوگل سرچ بزنید، وبسایت‌هایی وجود داره که ساعت‌های مخصوص پومودورو رو ساختن. شما میتونید اسکرینتون رو بذارید و اون تایمر معکوس میندازه براتون 20 دقیقه و بعد آلارم میزنه میگه حالا 10 دقیقه استراحت. نکتهش اینه که 20 دقیقه تمرکز باید عمیق باشه و اون 10 دقیقه باید کاری رو انجام بدید که دوست دارید، کاری که لذت میبرید ازش. مثلا اگه معتاد شبکه‌های اجتماعی هستید، اون 10 دقیقه رو برید تو شبکه‌های اجتماعی، چون ببین اون 10 دقیقه باید کاری باشه که ذهن شما لذت میبره. چرا این اتفاق میفته و بعد پروداکتیویتی افزایش پیدا میکنه؟ آروم آروم ذهن شما اون 10 دقیقه رو به عنوان پاداش در نظر میگیره. پاداش 20 دقیقه تمرکز عمیق و کار عمیق. یه مدت که این کارو انجام بدید، نتیجهش اصلا فوق‌العاده خواهد بود. اولا میبینید که چقدر دیگه اهمال کاری نخواهید کرد. همینقدر ساده. چیزی هست که خود من همیشه استفاده میکنم برای این کار. اپلیکیشن مخصوص توی گوشیم دارم، وبسایت سر میزنم، اگه پشت لپتاپ باشم وبسایت باز میکنم، پشت لپتاپ نباشم با اپلیکیشن گوشی کار میکنم. برای یادگیری همیشه پومودورو استفاده میکنم، برای حفظ کردنم همیشه فلش کارت. همین دوتا رو استفاده میکنم. این دوتا رو چون خودم تجربه کرده بودم. ممکنه روش خیلی زیاد باشه ولی من
تا حالا غیر از این دوتا چیزی کار نکردم. نه که تلاش کردم مثلا برای تمرکز خیلی روش‌های زیادی رو تلاش کردم، ولی پومودورو بهترین بوده که انتخابش کردم. نکته بعدی این که شما توی مسیر یادگیری زبان انگلیسی نیاز به همراه دارید. خب الان ما گروه تشکیل دادیم، توی این گروه تقریباً 30 نفر 40 نفر هستن. ما یه سری جلسات اینتراکتیو میذاریم، دیسکاشن میکنیم، اسپیکینگ با هم دیگه تمرین میکنیم. این خیلی اوکیه ولی کافی نیست. الان دیگه دنیای هوش مصنوعی، هیچ کس تنها نیست. حداقل دوستی که همه دارن هوش مصنوعی و یه سری هوش مصنوعی هم که دیگه خودتون حتما استفاده کردید، مثل هوش مصنوعی پای. تا اینجا کسی سوال داره؟ خب این فلش کارت که گفتین، حالا مثلا اگه این تعداد کارت ها زیاد بشه اون وقت اهمال کاری بیشتر نمیشه. مثلا شما 1000 تا فلش کارت داری، بعد مثلا میگی خیلی طول میکشه دیگه بخوای اونو دوره کنی، چون احتمالاً تا حالا کار نکردی، تجربهشو نداری، سوال برات ایجاد میشه. مرور کردن فلش کارت بسیار سریعه. روزانه بیشتر از 200 تا 300 تا دیگه نیاز نیست مرور بکنی. مثلا تو 1000 تا فلش کارت داری و 200 تاش رو برمی‌داری. وقتی 200 تا مرور میکنی و میذاری تو قسمت مرور شده، خب 800 تا باقی مونه دیگه. تهش اینه که تا فردا 5 تا فلش کارت جدید اضافه میشه، 800 تا میشه 805 تا. بازم فرداش قراره 200 تا دیگه برداری. روزانه شاید مثلا 10 تا فلش کارت جدید اضافه بشه. به خاطر همین گفتم سرعت مرور از سرعت اضافه شدن فلش کارت جدید بسیار بالاتره. و حالا در نظر بگیر اگه می‌خواستی همین 300 تا 400 تا مطلب رو از منابعی که اینها رو در آوردی استخراج کردی از اونها مرور بکنی، 3-4 ساعت وقتتو میگرفته. توی زبان انگلیسی سعی کنید با مثال فلش کارتاتون رو بنویسید. مثلا اگه لغت هست، اگه ایدیم هست، حتما با مثال. خب بریم سراغ مطلب بعدی. ببین مطلب بعدی در رابطه با سطح زبان انگلیسی خود شماست. با توجه به ارزیابی که انجام دادید، کمالگرایی سم اصلی هست که باعث میشه که آدم پیشرفت نکنه. یه نکته خیلی جالبی وجود داره. این چیزی بوده، تفکر خود من بوده زمانی که ایران بودم. من خودم نسبت به کسانی که داشتم بهشون زبان یاد میدادم آدم سختگیری بودم. یعنی دوست داشتم که خیلی خوب زبان انگلیسی رو یاد بگیرن، ولی وقتی مهاجرت کردم نظرم عوض شد. در واقع میخوام ریشه کارو بگم که کجاست و چرا خود من اینجوری بودم و چرا الان اکثریت شماها اینجوری هستید. علت اصلیش اینه که ما توی جامعه‌ای بزرگ شدیم و رشد کردیم که اون جامعه قدردان دستاوردهای ما نبوده. وقتی که توی جامعه دستاوردها و موفقیت‌های ما به چشم نیاد و هیچ کس هیچ اهمیتی براشون قائل نباشه، خود به خود این آدم‌ها، الان خب همه شمایی که اینجا هستید آدم‌های هدفمند هستید، آدم‌های تحصیل کرده هستید، اهداف بزرگ دارید، بلند پروازید و دقیقاً این شرایط برای شما هم صدق میکنه و این ما رو تبدیل میکنه به آدم‌های کمالگرا و کمالگرایی سم اصلی هست که باعث میشه که آدم پیشرفت نکنه. یعنی وقتی که آدم مهاجرت میکنه تازه میفهمیم که چقدر کمالگرایی جلوی پیشرفت ما رو گرفته. من وقتی که خودم اومدم اینجا شروع کردم توی دانشگاه لندن مت شروع کردم درس خوندن، تازه من فهمیدم من چقدر کمالگرام و چقدر کمالگرایی جلوی پیشرفت من رو تا الان گرفته بوده و سخت تلاش کنیم که این کمالگرایی رو از بین ببریم. من از تقریبا 1.5 سال پیش شروع کردم که کمالگرایی رو توی خودم از بین ببرم تا الان که الانه توی خیلی از مسائل تونستم و این کار انجام دادم، ولی تو خیلی از مسائل نشده. و دقیقاً همین کمالگرایی چیزی هست که میبینم همتون کم و بیش داشتید. سوالی که خانم نظری پرسید، گفت برای اکسنت چی کار بکنیم؟ کوچکترین اهمیتی نداره. کوچکترین وقتی برای اکسنتتون الانی که شما هدفتون اپلای تحصیلی هست نذارید. اکسنت کی اهمیت پیدا میکنه؟ وقتی برای 2 سال آینده داری برنامه‌ریزی میکنی که اپلای بکنی و 2 سال وقت داری. ولی شمایی که 3 ماه وقت داری، 4 ماه وقت داری، تهش 1 سال دیگه میخوای اپلای بکنی، دیگه نباید برای اکسنت وقت بذاری. من زمانی که اومدم کشوری که بورسیه ازش گرفتم، انگلستان، صاحب اصلی زبان انگلیسی، دانشگاه‌های انگلستان، من تصورم این بود که الان خب میریم وارد دانشگاه انگلستان میشیم، نگاه میکنیم وای چه اکسنت بریتیشی، باید چیکار بکنیم چیکار نکنیم. وارد دانشگاه انگلستان شدم و دیدم که نه، واقعا به غیر از خود کسانی که زبان مادریشون انگلیسی هست هیچ کس لهجه انگلیسی نداره و این شامل همه اساتید و دانشجوهاست. تمام استادهایی که ما داشتیم، ما استاد داشتیم از کشور مراکش، استاد داشتیم از چین،
استاد داشتیم از چکسلواکی و کشورهای اروپای شرقی. اینهایی که دارم بهتون میگم اینها آدمهای پروفشنال توی انگلستان هستن که دارن تو سیستم انگلستان کار میکنن، هیچ کدوم اکسنت ندارن ولی دارن به انگلیسی صحبت میکنن، دارن به انگلیسی تعامل میکنن، اعتماد به نفس بالا دارن. منتها وقتی که خود شماها میاد توی این موقعیت یا الان که هنوز نیومدید، همیشه حس میکنید که وای زبان من ضعیفه و موفقیت توی آیلتس خیلی متفاوته نسبت به یادگیری زبان انگلیسی و نمیدونم اکسنت امریکن یا اکسنت بریتیش. ببین اکسنت امریکن و اکسنت بریتیش بسیار زیبا هستن اما اصلا نیاز نیستن. پس چرا چیزی که نیاز نیست رو میخوای الان وقت بذاری؟ پس کمالگرایی رو که کامل بذارید کنار. نه فقط تو زبان انگلیسی ها، من کلی مورد میشناسم تو مسیر اپلای کردن که طرف اپلای نمیکنه، دست به اپلای نمیزنه چون کمالگراست، چون خودش رو کم میبینه. میگم که سی وی بساز، میگه من که کاری نکردم سی وی بساز. سی وی ندارم، همه سی وی دارم. اصلا همین که شما درس خوندی و الان دنبال اپلای هستی سی وی داری دیگه. و برچه اساس دنبال اپلای هستی؟ مثلا طرف معدلش پایینه، میگه حالا چون معدل من پایینه پس دیگه من اپلای نکنم. فکر میکنه که بورسیه فقط مال مثلا معدل 19 20. نه، کی گفته؟ من بورسیه شدم، معدلم 14 و 57. معدل لیسانس هم و معدل فوق لیسانس هم جزء معدل ممتازا بود. پس کمالگرایی رو تو همه مسائل توی مخصوصا خب شما که اکثریت توی ایران هستید بذارید کنار. بعضی وقتا مثلا یه نفر سی وی آماده کرده، خب ببین حتی رفته سی وی، یعنی مرحله اول رو گذرونده، سی وی رو آماده کرده، بعد حس میکنه با خودش میگه می سی وی من ضعیفه، با این سی وی اپلای نکنم. خب اب نداره، با همون سی وی اپلای کن، بذار ریجکت بشی. همون ریجکتی باعث میشه بری سی وی تو قوی تر کنی، این ساختار سی وی رو بازنویسی کنی، ریویو کنی، بهتر بشه. دنبال یک چیز پرفکت نگردید هیچ کجای مسیر. سلام جناب کابلی، وقت شما بخیر و مابقی دوستان. خواستم تجربه خودم بگم درباره همین کمالگرایی که شما گفتین، هم سیستم بیرون یعنی هم جامعه، هم احتمال زیاد نمیتونیم نفی کنیم از درون جامعه اولیه خانواده ممکنه دستاوردهای ما نادیده گرفته بشه، بعد این کم کم میریم سمت اینکه منفعل بشیم و دیگه اصلا با اینکه همه چی هستا، یا الان مثلا برای خود من گرفتن آیلتس فقط، یعنی تنها چیزی که نیاز دارم همینه، ولی مدام هی پستپون میکنیم، هی میندازیم تعویق، هی میندازیم به تعویق و میبینیم که دیگه واقعا شرایطا به قول شما از بین میره و دیگه افسوسش برای خود من نوعی میمونه و بستری نبوده مثل بستری که الان شما چه برای بورسیه چونینگ مهیا کردین که خیلی ممنونم بابتش و هم بابت همین دوره‌ای که به نظرم صحبت‌های شما، نکاتی که اشاره کردین خیلی خیلی تاثیرش بیشتر از اینه که خب حالا گفتین تایم بعدی می راجع به مهارت‌های آمادگی آیلتس صحبت می‌کنیم، چون ما بیشتر نیاز به این انگیزه ها داریم، به این که ما هم میتونیم، ما هم قطعا میتونیم، چرا نتونیم. ما بچه‌ای که تو ایران هستیم، ما بچه‌های مهاجر به واسطه محدودیتمون خیلی چیزا یاد گرفتیم، چرا خودمون رو دست کم ببینیم. مطلب بعدی در رابطه با هدف دوره و ساختار دوره. هدف از این دوره آموزش زبان انگلیسی به مخاطب نیست. دوره برای آیلتس داره ساخته میشه. ببین هدفمون خیلی کلیره، خیلی واضح و روشنه. آزمون آیلتس هم نمره 6.5 به بالا، یعنی حداقل نمره 6.5 میخوایم. حالا هر چقدر زیادتر گرفتید دیگه چه بهتر. اکثر دانشگاه‌ها کف نمره آیلتسی که از شما میخوان دیگه نمره 6.5 هست. ممکنه شما بتونید دانشگاهی پیدا کنید که مثلا با 6 هم قبول میکنه، ولی اقلیت دیگه، ما نمیخوایم روی اقلیت بحث بکنیم. پس هدف دوره که مشخصه 6.5 پلاس. نکته بعدی در رابطه با شناخت آزمون آیلتس. ببین آزمون آیلتس رو کاملا باید بشناسید. مثلا شما وقتی که میگید رایتینگ آیلتس، از قبل باید بدونید که من قراره با چه چیزی مواجه بشم، قراره چند تا تسک داشته باشه، انواع و اقسام تسک ها چه چیزهایی هستن، این تسک های ممکنی که من میتونم باشون روبرو بشم چه چیزهایی هستن،
اگه من میخوام نمره 6.5 پلاس بگیرم، حداقل هایی که باید رعایت بکنم چه چیزهایی هستن؟ یعنی شما اگه مارکینگ کرایتریای آیلتس رو هم مسلط نباشید خیلی ضرر میکنید. اگه من از قبل به شما بگم که بچه‌ها من میخوام یه آزمون برگزار بکنم، توی این آزمون فقط ما اسپیکینگ و ریدینگ داریم، اسپیکینگ 80 نمره، ریدینگ 20 نمره، شما الان با دونستن این چیکار میکنی؟ بیشتر وقت رو اسپیکینگ میذاری دیگه. پس وقتی که میگم شناخت من هم میشه ساختار خود آزمون، تایپ سوالات آزمون، تعداد تسک های آزمون، زمانبندی آزمون، مدیریت زمان آزمون، نحوه نمره دهی آزمون، عوامل مؤثر توی نمره دهی آزمون، حداقل های لازم برای نمرات مختلف آزمون، اینها همشون میشن چی؟ شناخت دقیق آزمون آیلتس. پس ما توی این دوره اولین کاری که انجام میدیم، اولین قدمی که انجام میدیم شناخت دقیق آزمون آیلتسه. قسمت هایی که توی این دوره پوشش میدیم چجوری هستن؟ توی دوره یه سری چیزها پیش نیازه. یکیش که همون شناخت آزمون آیلتسه که همون ابتدا گفتم و تاکید هم کردم که چقدر این شناخت مهمه. 2 گرامرهای ضروری. ببین وقتی که حرف از گرامر میشه خیلی‌ها میان میپرسن، میگن که آیا من باید مثلا کتاب گرامر نیوز رو، سری کتابشون رو بخونم یا کتاب نمیدونم ادوانس گرامر فلان رو بشینم بخونم؟ نه، یه سری گرامرهای ضروری هستن. ما فقط گرامرهای ضروری رو نیاز داریم برای آیلتس بخونیم. اول از همه این کار انجام میدیم. چرا؟ چون هم توی رایتینگتون تاثیر داره، هم توی اسپیکینگتون تاثیر داره و هم روی فهمتون توی لیسنینگ و ریدینگ تاثیر داره. و بعد دیگه میریم سراغ مهارت ها هم که دیگه همتون خبر دارید. 4 تا مهارت اصلی داریم توی کلا همه آزمون های زبان انگلیسی: رایتینگ و اسپیکینگ و لیسنینگ و ریدینگ. حالا من در رابطه با مهارت ها یه سری اطلاعات بهتون بدم، اصلا شناخت خود مهارت چقدر میتونه به شما و برنامه‌ریزی شما کمک بکنه. وقتی که این مهارت ها رو من ویژگی‌هاشو بهتون میگم، الان دیگه خودتون میتونید بشینید با خودتون فکر بکنید که من چه شخصیتی دارم، چه سطح زبانی دارم و هر مهارت رو چجوری باید کار بکنم. 2 تا از مهارت‌های ما، یکی مهارت رایتینگ و یکی مهارت اسپیکینگ، اینها مهارت‌های اکتیو هستن. یه اسم دیگه هم دارن، مهارت‌های پروداکتیو. چرا بهشون میگیم پروداکتیو و اکتیو؟ چون ما توی رایتینگ و اسپیکینگ باید محتوا تولید بکنیم. توی رایتینگ محتوای تولیدی رو باید بنویسیم، توی اسپیکینگ محتوای تولیدی رو فی‌البداهه باید اکسپرس بکنیم، بیانش بکنیم. ویژگی پرودوس کردن توی این 2 تا مهارت ویژگی بسیار مهمیه. این 2 تا مشترکن، یعنی از این لحاظ مشترک هستن. رایتینگ و اسپیکینگ 2 مهارت اکتیو یا 2 تا مهارت پروداکتیو هستن. ریدینگ و لیسنینگ 2 تا مهارت ریسپتیو هستن، یعنی ما دریافتی داریم دیگه، ما تولید نمی کنیم چیزی رو. وقتی که شما خبر دارید 2 تا از مهارت ها ربط داره به پروداکشن، به تفکر فعال مرتبط هست و خبر داری که مثلا خلاقیتت ضعیفه، پس باید این 2 تا مهارت بیشتر تمرکز بکنی. ریشه تولید کردن خلاقیته. مثال میزنم، مثلا من 2 تا کلمه میپرونم، در لحظه تو یه داستان کوتاه اگه با این 2 تا کلمه ساختی، آدم خلاقی هستی. اگه تعداد این کلمات زیادتر بشه، ساختن داستان سخت‌تر میشه دیگه. و تو در لحظه اگه باز هم همچنان هی میتونی با این کلمات یه داستان کوتاه بسازی، خلاقیتت اوکیه. مثلا باز هم مثال زبان بزنم، یه جمله ای رو بخونید، اگه در لحظه تونستید همون یک جمله کوتاه رو انقدر بستش بدید که تبدیل به یک پاراگراف بشه، پس شما خلاق هستید. ببین آزمون آیلتس همش زبان نیست. شما میتونی انگلیسی صحبت بکنی، ولی وقتی یک موضوع، یک استیتمنت به شما داده شده و شما قراره که تفکر خودت رو بست بدی، اونجا یه جمله یادت میاد، مثلا میگی که در رابطه با آلودگی هوا همچین چیزی وجود داره، ولی اصلا توانایی بست دادنش رو نداری. در صورتی که تو اگه حتی به فارسی تمرین کرده بودی که من چجوری یک جمله رو بست بدم و عادت کرده بودی به بست دادن جمله، اینجا توی انگلیسی به مشکل برنمیخوره که تو بلد انگلیسی بنویسی، تو گرامر رو یاد گرفتی، ابزار رو داری. ابزار چی؟ ابزار گرامر دیگه. تو ابزار رو داری، ابزار وکب دیگه، با فلش کارت حفظ کردی، همه رو بلدی، ولی دیگه ریشه رو نداری، خلاقیت نیست، میمونی که چی بنویسم و اون دیگه ضعف زبان نیست. پس حواستون باید به این باشه. 2 تا مهارت
دو تا مهارت ریسپتیو و چه ویژگی دارن، چون اونا ریسپتیو هستن. ببین مهارت‌های ریسپتیو ویژگیشون اینه که این دوتا مهارت‌هایی هستن که نیاز دارن به چی؟ نیاز دارن به استمرار و مداومت. حالا از یه نظر دیگه مهارت‌ها رو بررسی می‌کنم. اون دسته‌بندی چجوری بود؟ دوتاشون پروداکشن بودن دیگه، رایتینگ و اسپیک. توی این دسته‌بندی متفاوته. رایتینگ و ریدینگ چه ویژگی مشترکی با هم دیگه دارن؟ اینها مهارت‌های نالج بیسد هستن، دانش محور. اینها بهشون میگیم مهارت آکادمیک، یعنی بیشتر توی فضای آکادمیک ما این مهارت‌ها رو نیاز داریم. از اونور مهارت اسپیکینگ و مهارت لیسنینگ اسکیل محور هستن، پرفورمنس محور هستن و باید شبیه به یک عادت باشن. دو تا مهارتی که یعنی رایتینگ و ریدینگ که دانش محور هستن زمان کمی نیاز دارن. این که میگم کم منظورم این نیست زمان کمتر، برای اینکه شما به اونها مسلط بشید، ولی تمرکز عمیق‌تری نیاز دارن. یعنی شما باید با دقت بیشتر در مدت کمتر بخونیدشون. اما دو تا مهارت دیگه، مهارت اسپیکینگ و مهارت لیسنینگ، بیشتر شبیه عادت هستن و پرفورمنس بیسن، اسکیل بیسن. وقتی اینجوریه دو تا ویژگی داره برعکس اونا، شما باید در مدت بیشتر بخونیدشون. مهارت اسپیکینگ و مهارت لیسنینگ بلند مدت هستن، اینا باید تبدیل به عادت بشن. پس الانی که شما اومدی تو دوره آیلتس میخوای شرکت بکنی و هدف آزمون آیلتس داری حداقل برای 3-4 ماه دیگه، حداکثر مثلا مال 1 سال دیگه، باید حواست باشه از همین الان شروع تمرین اسپیکینگ و لیسنینگ. این چیزیه که ببین گوش و زبانت باید عادت بکنه، این زمان میبره، به این آسونی نیست که توی 1 هفته بتونی دوتا رو تقویت بکنی. الان فکر میکنم تمام چیزهایی که در رابطه با اینکه من چجوری برای آیلتس آماده بشم و زبان بخونم تو ذهنتون باید تغییر کرده باشه. من مطالبی که قرار بود بگم رو همه رو پوشش دادم براتون گفتم. خانم یوسفی پرسیده، گفته از اپلیکیشن استفاده کنیم چرا دستی بنویسیم؟ اپلیکیشن وجود داره برای فلش کارت. اپلیکیشن معروف ترین اپلیکیشن که کاملا رایگان هم هست اپلیکیشن انکیه، ANKI، انکی. و این تجربه شخصی خودم، یعنی من تا دلتون بخواد از فلش کارت حالت دستی و حالت دیجیتال انواع و اقسام اپلیکیشن ها استفاده کردم، ولی تأثیری که فلش کارت دستی داره هیچ کدوم از اپلیکیشن ها نداره. مرسی. من لیسنینگ هم نسبت به بچه هایی که باشون هم کلاسی هستم ضعیف در هست. بعد توی قسمت پرونانسیشن هم مشکل دارم. لیسنینگ رو من اول جلسه گفتم، لیسنینگ زمان بره مثل اسپیکینگ. اینها چیزهایی هستن که شما باید برای طولانی مدت روش حساب باز بکنید، روی تمرین زیاده، انقدر باید گوش بدی تا لیسنینگت قوی بشه. بهترین روش برای اینکه شما یه ذره سرعت تقویت لیسنینگ رو بالا ببرید چیه؟ اینه که پادکست ها یا همون فایل های آیلتس که گوش میدید موقع گوش دادن بنویسید، همزمان که گوش میدید سعی کنید بنویسید و اگه جا موندید پاز بزنید تا خودتون رو برسونید به نوشتن، دوباره ادامه بدید و همزمان گوش میدید بنویسید. حتی اگه قسمت رو متوجه نشدید بزنید عقب، گوش بدید، دوباره بنویسید. و وقتی که تموم شد، مثلا 1 دقیقه پادکست بود تموم شد و شما نوشتید، نوشته خودتون رو با ترانسکریپت اون پادکست مقایسه بکنید، بفهمید کجاها رو نفهمیدید. برای پرونانسیشن یه نکته رو من اول جلسه در رابطه با اکسنت گفتم. بچه‌ها اکسنت با پرونانسیشن متفاوته، این تمایز رو حتما دقت بکنید. پرونانسیشن نمره داره ولی اکسنت نمره نداره توی آیلتس. به خاطر همین اکسنت هیچ اهمیتی نداره که شما چقدر اکسنتتون خوب باشه، بریتیش صحبت کنید، امریکن صحبت کنید، عربی یا هندی، هیچ کدوم از اینها امتیاز خاصی نداره. هیچ توی مارکینگ کرایتریای آیلتس هم هیچ نمره‌ای برای اکسنت در نظر گرفته نمیشه. ولی پرونانسیشن متفاوته. لغات انگلیسی استرس دارن دیگه، شما استرس رو کجای اون لغت وارد بکنید و این جزء پرونانسیشنه. شما پرونانسیشن رو چجوری باید تقویت بکنید؟ باز هم با شنیدن. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. میریم تا جلسه بعدی. شب خوبی داشته باشید.